20 تا سوال اطلاعات عمومی باحال که فقط باهوشا میتونن درست جواب بدن. سوال شماره 1: اولین موجود زنده‌ای که به فضا فرستاده شد چه بود؟ میمون، سگ، انسان؟ گزینه صحیح سگ روسی به نام لایکا در سال 1957 توسط شوروی به فضا فرستاده شد. سوال شماره 2: کدام فلز رسانه‌های الکتریکی بالاتری دارد؟ مس، طلا، نقره؟ گزینه صحیح نقره بهترین رسانه الکتریکی است، اما چون خیلی گرونه بیشتر از مس در سیم‌کشی‌ها استفاده میشه. سوال شماره 3: بزرگترین اندام بدن انسان کدام است؟ کبد، پوست، روده کوچک؟ گزینه صحیح پوست بزرگترین اندام بدن است و نقش اصلی در محافظت از بدن در برابر میکروب‌ها و از دست دادن آب را دارد. سوال شماره 4: کدام جانور توانایی بازسازی بخش‌های بدن خود را دارد؟ قورباغه، کرم دریایی، مارمولک؟ گزینه صحیح مارمولک‌ها می‌توانند دم خود را رها کنند و دوباره رشد دهند. به این فرآیند باززایی می‌گویند. سوال شماره 5: هرکول ایران لقب کدام ورزشکار است؟ بهداد سلیمی، حسین رضازاده، ابراهیم طحانی؟ گزینه صحیح حسین رضازاده. آقای رضازاده در سال 2000 و 2004 مدال طلای المپیک را گرفت و رکورددار وزنه برداری جهان بود. سوال شماره 6: کدام تیم فوتبال اولین بار سه‌گانه یعنی قهرمانی در لیگ، قهرمانی در جام حذفی و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در یک فصل به دست آورد؟ رئال مادرید، منچستر یونایتد، بارسلونا؟ گزینه صحیح منچستر یونایتد. سر الکس فرگوسن با منچستر یونایتد در سال 1999 این شاهکار تاریخی را رقم زد. سوال شماره 7: در ورزش والیبال ارتفاع تور برای مسابقات مردان چند متر است؟ 2 متر و 24 سانت، 2 متر و 33 سانت، 2 متر و 43 سانت؟ گزینه صحیح 2 متر و 43 سانت. برای زنان این ارتفاع 2 متر و 24 سانت است. این استانداردها توسط فدراسیون جهانی والیبال تعیین می شود. سوال شماره 8: اولین بازیکن ایرانی که در لیگ برتر انگلیس بازی کرد چه کسی بود؟ علی دایی، آندرانیک تیموریان، کریم باقری؟ گزینه صحیح آقای کریم باقری. هرچند که اسطوره علی آقا دایی در بوندسلیگا درخشید، اما آقای باقری بود که اولین بار لژیونر ایرانی در لیگ برتر انگلیس شد. سوال شماره 9: کدام پادشاه هخامنشی دستور ساخت تخت جمشید را داد؟ کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، خشایارشاه؟ گزینه صحیح داریوش بزرگ. ساخت تخت جمشید در دوره داریوش بزرگ آغاز شد و بعدها خشایارشاه و اردشیر آن را تکمیل کردند. سوال شماره 10: اولین دانشگاه جهان به نام جندی شاپور در کدام دوره ایران ساخته شد؟ ساسانیان، اشکانیان، هخامنشیان؟ گزینه صحیح ساسانیان. دانشگاه جندی شاپور در خوزستان یکی از مراکز بزرگ علمی جهان در قرون وسطی بود. سوال شماره 11: لسان الغیب لقب کدام شاعر ایرانی است؟ فردوسی، سعدی، حافظ؟ گزینه صحیح حافظ شیرازی به دلیل اشعار عمیق و عرفانیش به لسان الغیب مشهور است. سوال شماره 12: اولین وسیله نقلیه چرخدار در تاریخ کجا اختراع شد؟ ایران، بین النهرین، چین؟
گزینه صحیح بین النهرین که اولین بار حدود 3500 سال قبل از میلاد اختراع شد. سوال شماره 13. کدام رودخانه طولانی ترین رود جهان است؟ آمازون، نیل، میسیسیپی. گزینه صحیح نیل با حدود 6650 کیلومتر طولانی ترین رود دنیاست. سوال شماره 14. کوچکترین کشور جهان از نظر مساحت کدام است؟ سن ماریو، مالت، واتیکان. گزینه صحیح واتیکان در قلب روم قرار دارد. کدام موجود بیشترین تلفات انسانی رو دارد؟ پشه، کوسه، شیر. گزینه صحیح پشه. سازمان بهداشت جهانی تخمین میزنه که هر سال بیش از 700,000 نفر در اثر بیماری‌های منتقل شده توسط پشه جان خودشون رو از دست میدن. سوال شماره 16. کدام کشور به سرزمین آفتاب تابان معروف است؟ هند، ژاپن، برزیل. گزینه صحیح ژاپن. نام ژاپن به ژاپنی نیهون اگر درست تلفظ میکنم یعنی خاستگاه خورشید. سوال شماره 17. کدام لوگو صحیح است؟ رنگ‌های آبی و قرمز از پرچم آمریکا گرفته شده و منحنی وسط شبیه به لبخند طراحی شده است. سوال شماره 18. لوگوی برند تویوتا شامل چند بیضی است؟ 2، 3، 4. گزینه صحیح 3. 2 بیضی نماد قلب مشتری و شرکت هست و بیضی بزرگ اتحاد آنهاست. سوال شماره 19. کدام شرکت خودروسازی در لوگوی خود یک شیر دارد؟ پژو، جگوار، فراری. گزینه صحیح پژو. شیر نماد قدرت و استقامت است و از سال 1850 در لوگوی پژو استفاده می شود. سوال شماره 20. لوگوی ایران ایر تصویر چه پرنده است؟ سیمرغ، شاهین، هما. گزینه صحیح هما در فرهنگ ایران نماد خوشبختی است و طراحی آن برگرفته از حجاری‌های تخت جمشید است. و اما یک کف مرتب به افتخار آقای اسدی عزیز که با 70 امتیاز برنده ویدیو قبل شدن. علاوه بر اون سوال کلیدی رو هم درست جواب دادن. اگه تا اینجای ویدیو همراهمون بودی لایک ویدیو یادت نره، چرا که برنده حتما باید ویدیو رو لایک کرده باشه. و سوال کلیدی این ویدیو، یک اسم دختر 3 حرفی